حال که طالبا آمده یک کثیف چی میگه؟ یعنی بیایه که طالبا را به رسمیت بشناسین که در افغانستان هم صلح و صفا بیایه و شما هم در مملکت های خود آرامش داشته باشین و امنیت. این کثافت خیالش که افغانستان راستی میتونه که امنیت دنیا را به هم بزنه. کثافت خان، امریکا از این میجه میتونه در اون موجه پن پوینت کنه، امیطوره که بخواه که کلایت از سرت بپرانه، اما تو میزنه که همی کلایت از همین نوک پیشانیت میپره مگر خودت جای در جای استاد میباشی. ولی اگر خواست که همی بینیت رقم گو یک شکاف کنه، از این جیت میزنه که از او سو برایه. امریکا و روس و چین و اینا یا که میگن امنیت او یک بازی شطرنج است که یا بازی میکنه. اینا اینی کثافت که میگه اگر شما خواهان امنیت هستین با ما همکاری کنین، او کثافت تو باید از پای اویزان چی که تو 14 سال تمام ریسورس هایی را که در افغانستان آمد ضایع کردی. اینمی لوی جرگه پشت لوی جرگه، شما کثافت ها تو و غنی همی سگ طالب از شما کده بهتر هستن.